کامپیلاتور و اینترپریتاتور. برنامه‌نویس باید داند که زبان برنامه‌نویسی در کامپیوتر خصلت برنامه را معین می‌کند، نه راه‌های اجرایش آن را. برای اجرایش برنامه از ترنسلیتور استفاده برده می‌شود. ترنسلیتور این برنامه ترجمان بده برنامه در یگان زبان برنامه‌نویسی نوشته شده را به وریانت آخران یعنی فرمان‌های ماشینی و یا کد ماشینی تبدیل می‌کند. ترنسلیتور به صورت کامپیلاتور یا اینترپریتاتور استفاده برده می‌شود. کامپیلاتور کلمه انگلیسی کامپایلر بوده برنامه یا مجموعه از برنامه‌های کامپیوتری میباشد که متن در زبان برنامه‌نویسی سطح بالا نوشته شده را خوانده و آن را با زبان سطح پایان ترگر لنگویج مانند اسمبلر یا زبان سطح ماشینی تبدیل می‌دهد. در کامپیلاتور عمل ترجمه برنامه یکباره اجرا کرده می‌شود. اینترپریتاتور مترجمی به شفاهی مانند کامپیلاتور کار کرده برنامه را سطر به سطر ترجمه می‌کنند. انتخاب زبان برنامه‌نویسی وابسته از مقصد ساختنش دارای کامپیلاتور یا اینترپریتاتور میباشد. زبان سی پلاس اس در مقایسه دیگر زبان‌ها دارای کامپیلاتورهای خیلی زیاد میباشد که آنها عبارتند از کد بلاک. کد بلاک یکی از کامپیلاتورهای معمولی سی پلاس پلاس به حساب می‌رود که آن را میتوان از سراغه با طور رایگان به دست آورد. دیگر دیو سی پلاس پلاس این هم کامپیلاتور آزاد سی پلاس به حساب می‌رود که آن را میتوان از این سراغه به دست آورد. مایکروسافت ویژوال استودیو اکسپرس این نیز کامپیلاتوری آزاد سی پلاس پلاس به حساب رفته آن را میتوان از این سراغه مایکروسافت کام اکسپرس به طور رایگان به دست آورد. دیگر کامپیلاتوری سی پلاس اکلیپس CDK میباشد که آن را میتوان از این سراغه به طور رایگان به دست آورد. دیگر کامپیلاتور سی پلاس پلاس این نت بینز ID آن را میتوان که از سایت نت بینز به طور رایگان به دست آورد. دیگر کامپیلاتور سی پلاس این بارمان فری کامپایلر دیگر کامپیلاتور آزاد سی پلاس این توربو سی پلاس پلاس میباشد. دیگر کامپیلاتور سی پلاس دیجیتال مارس سی پلاس پلاس کامپایلر که آن را میتوان از این سراغه به دست آورد. و خلاصه کامپیلاتورهای سی پلاس پلاس خیلی زیاد میباشند که آنها هم به نمود تجارتی و هم به نمود رایگان موجود هستند. بعضی کامپیلاتورها هستند که هم واریانت تجارتی و هم واریانت آزاد آنها موجود است. مثلا به اینها داخل میشه ویژوال استودیو اکسپرس هست، ویژوال استودیو التیما و هم ویژوال استودیو اکسپرس این برای کارهای غیر تجارتی یعنی کامپیلاتور آزاد میباشند. و علاوه بر این کامپیلاتورهای دیگری نیز موجود هستند که آنها به طور که آنها خریده میشن و همچنین تجارتی و استفاده برده میشن. روی حاضر طرزی نصب و استفاده کد بلاک را دیده میبریم. چطوری که خرید کردیم کد بلاک در این سراغه موجود است. اینترنت را میشویم تک فرض میکنیم تک انا در اینجا وریانت آخرین کد بلاک 1312 موجود است. باید اون اینترنت را پخش میکنیم. بعد از چند دقیقه با حجم 26 یا 29 مگابایت این کامپیلاتور بیرون آورده میشه. بعد پس بیرون آوری آن را نصب میکنیم. Next I agree next install همین ثبت میکنیم. در اینجا از ما میپرسید که شما میخواهید که حالا سی پلاس پلاس رو به کار ببرید دیو سی پلاس کد بلاک رو تک نیکست فینیش که منتظر میشویم کد بلاکس. در اینجا میتونید کامپیلاتور لازم انتخاب کرد. اوکی
ما انتخاب نمیکنیم. بار دیگر رفرش پخش میکنیم. اکنون کامپیلاتور کد بلاک نصب شد. چطور زمان میتونم ما لایحه سازیم؟ میتونم این تکمچه رو پخش کرد یا میتونم از جی تکمچه رو پخش کرد و یا میتونم فایل نیو پراجکت رو انتخاب میکنیم. از این قسمت کانسول اپلیکیشن در اینجا کاتگوری های زیادی موجود هستند که ما حالا انتخاب این کانسول اپلیکیشن تکمچه گا رو پخش میکنیم. نیکست. از اینجا انتخاب میکنیم سی پلاس پلاس. نیکست. اینجا نام پروژه رو بنویسیم. مای فرست program در اینجا پاپیه که باید ساخته شد در اینجا برنامه ثبت شود انتخاب میکنیم. فرض میکنیم را باشید تو ما چی نکست رو پخش میکنیم. در اینجا میتونم نمود کامپیلاتور انتخاب کنم. شبیه که گفتیم کامپیلاتورهای زیاد رو پشتیبانی میکنه. عبارت از مایکروسافت ویژوال سی پلاس پلاس توolkit، مایکروسافت ویژوال سی پلاس پلاس 2005 2008 2010 مایکروسافت ویژوال سی پلاس 2010 و غیره. ما اینجا یه چیز رو دست نمیکنیم. تو ما چی فینیش رو پخش میکنیم. پراجکت در اینجا ورقه پراجکت انتخاب میکنیم. در اینجا دایرکتوری سورس پخش میکنه. چطوری که دیده میشود زبان نخستین برنامه ما با کار آغاز کرد و از روی انهی برنامه‌نویسان ما در این جایگاه قسمت را حاضر مورد بحث قرار نمیدهیم. حتما در سال آینده مورد بحث قرار خواهیم داد. همچنین تردیدسیه همچنین انهی برنامه‌نویسان نخستین برنامه هلاوار پس از نوشتن سیاه برای خارج کنی است. هلاوار میتوانیم برای برنامه اجرا کنیم تکمچه پخش کنیم. یعنی که میتونیم از کلاویاتور تکمچه F9 را پخش کنیم و تکمچه را پخش میکنیم. کنترل F10 چه نشد تک بیل این را از کلام سال باشد که اینجا نشد تک